سلام و درودی به پایان بر شما بینندگان تلویزیون سیمایی مستقل تاجیک. برنامه خانه‌خواه باز مهمان شماست. ما با شما تفکر نیک، امنیت و سلامتی خواهانیم. محض سلامتی. ما امروز درباره همین مفهوم درباره سلامتی با شما حرف میزنیم و فکر میکنم که سلامتی بخت است. چنانه که پیغمبر گرامی درود بر او گفته است که بخت سه است: این سلامتی، همسر شایسته و رزق روزی در وطن. پس برای آنکه ما سلامتی را به دست بیاریم، آن را در خود ضم کنیم، در نزدیکان خود ما آن را پهن کنیم، البته با ما و شما لازم است که قانون و قاعده آن را به نظر گیریم و کار و عملهایی را کنیم که سبب صحتی ما و شما میشن. ما شکر خدا و وطن امن میکنیم که در زمان تنج و آسایشتگی زندگی میکنیم و باور کنید آدمیزاد چنان است که بعد چند وقت آن حالتی که در اطراف او موردی که هست آن را همچون چیزی مقرری تصور میکند و بودن آن فکر میکند که دائمی است یا عوض نمیشود. عموما درباره نگه داشتن آن اندیشه نمیکند و آن مقصدهای را میماند که آنها در اساس این گوییم که آسایشتگی و آرامی اجرا میشوند. مثلا اگر شما حاضر یک نورسی در شهر زندگی میکردگی را پرسید که نانی که در دسترخوانت میبیاید از کجا است، شاید میگوید که از مغازه، و اگر گویی که از مغازه به کجا میبیاید، میگوید رفته از سکلات و یا میبیارم و اون طرفش شاید که نداند و فکر میکند که همین نان یک چیزی مقرری است مانند هوا که هر زمان نفس میگیرد و فکر میکند که مانند هواست، ولی برای آن که همون نان تا دسترخوان بیاد چقدر مهنت، چقدر قوت صرف میشود، چقدر آدمان به آن سر و کار میکنند. حتی آفتاب و هوای و خاک و آب را هم، ابر را هم گفتن ممکن است که در همین روش کار میکنند. برای همین آن امنیت و آن استقلالیتی که در ما و شما هست، این البته سبب آن میشود که ما دیگر چیزها رو در اساس این ساختنمان ممکن است. از آن جمله گوییم اقتصادیات هست، ورزش هست، معارف هست، علم هست و البته سلامتی. برای همین در جمعیت ما وزارت تندرستی هست که وظیفه اساسی آن حفظ البته سلامتی، نگه داشتن آن، پیشگیری بیماری ها، تبابت بیماری ها و فراغت آدمان را ساختن است، همین نمودن است. البته ما سالهای اخیر میبینیم که وزارت تندرستی ما بسیار ضرب‌های سختی که مثلا در این طول استقلالیت شد و سلامتی مردم، آنها رو با سر بلند البته توانست که پیشگیری کند، سلامتی مردم رو به قدر امکان نگه دارد. و حالا در زمینه‌های دیگری هست که ترقی یابد، از آن جمله تیب پروفیلاکتیکی. چرا تیب پیشگیری؟ یعنی پیشگیری بیماری ها رو ما بیشتر باید افزایش دهیم، چون که میدانیم که تبابت در مثلا برای مردم گرانتر میافتد، مشکلتر میافتد، با اذیت ها مثلا هم ردیف است. پیشگیری باشد در حالت آرامی و آسایشتگی، حالتی که انسان اذیتش کمتر است و مبلغ کمتر و وقت کمتر صرف میکند. برای همین تیب پروفیلاکتیکی بسیار، تیب پیشگیری بیماری ها بسیار تیبی خوب است و پیشگیری گوییم که هم از طرف اجتماعیات میشه، هم گیگینه شخصی میشه، هم گوییم که گیگینه پیشگیری فکری میشه، هم پروفیلاکتیک پیشگیری احساسات های منفی میشه. اما در همه سمت آدم تیب پروفیلاکتیکی، تیب پیشگیری بسیار نقش مهمی میبازد. برای اینکه این تیپ در ما انکشاف یابد، یک چیز بسیار ساده راه مردم شده است. البته این معرفتی طبی مردم. ما میدونیم که انسان پیش از آن عملی کند فکر میکند. انا همین فکر
میتوانست است که سبب آن شود که انسان از آن احساس گیرد و در جمعیت کارهایی را کند. از آن جمله هر عملی که ما در آدمان میبینیم پیش از آن البته نظریه آن است، یعنی فکر در سر آن است. برای اینکه آدم‌ها صحت باشند ما باید البته به تفکر آنها سر و کار داشته باشیم. و وقتی که ما نگاه میکنیم که توانستیم فکر را سمت دادن، آن وقت میبینیم که باید نتیجه میدهد. پس اومدیم به خلاصه‌ای که ما و شما باید پیش از آن که معرفت طبی مردم رو بلند کنیم باید فکر آنها رو عوض کنیم، فکر آنها را نگه سازیم، در فکر آنها فکر اندازیم، تلقین سالی میکنیم. برای همین پیشگیری بیماری ها یا که برقرار کردن سلامتی یا نگه داشتن حالت آن البته از فکر سر میزند. اگر که فکر باشد اون وقت عمل میشود، عملی مثلا طبی که هست اون وقت نتیجه میشد، یعنی سلامتی میشد. در برابر بسیار فکرهایی که انسان میکند، فکری مثلا نفس و طلبات های خود را میکند، چون سیر که شد آدم البته فکری که کیفیت و فکری حلاوت و فکری فراغت و دمگیری خود را میکند. آن وقت در این دوره اگر در زینه یکم فکری اقتصادیات باشد، ساختار دولت باشد، که یک مناسبت های اقتصادی جابجا شدن، تامین مثلا بازاری مردم و همه این در زینه اقتصادیات باشد و آن وقت که البته این طرف مسئله ها که حل شدن انسان فراغت میخواهد. در این ساحه ما صنعت را میبینیم که مثلا سرود و رقص و تور و تماشا و عید و که جاهای دمگیری و حالت فراغت مردم رو، معیشی مردم رو درست کردن و این البته یک چیزی هست که میتواند سبب آن شود که انسان یک حالتی تأمین اجتماعی انسانی خود را، گومانیتری انسان دوستی خود را یعنی که مهیا سازد. و اینو البته مردم، بسیار مردم خواهش همین دارند که اقتصادیات خوب شد، حالت معیشی که بهتر شد، اون وقت انسان باز فکری دیگری دارد که این فکر علم است. یعنی سوالهای گوناگون پیدا می شوند که حیات چیست، چیکار کردن من در کار، کدام کسب آموختن نکار، طلبات های گوناگون اجتماعی، طلبات های مثلا جهانی در کدام حالت قرار دارند. و بدون علم، بدون دانش، اطلاعات لازمی نمی شود که مثلا به زینه علم، به زینه‌ای که در آنجا انکشاف است، تکنولوژی هست، پیشروی هست، ساختار است، از نوسازی یا دیگرگونشوی ساحه‌های گوناگونی زندگی ما و شما هست. البته در این جاده البته علم‌های لازمی، علم‌های مثلا تکنولوژی، علم‌هایی که پیشروی در ساحه‌های گوناگونی جمعیت می‌کنند، مثلا همون لباسی که شما می‌پوشید، همون دسترخوانی که شما دارید، همون ماشینی که شما میشید، خانه‌هایی که زندگی می‌کنید در اساس علم ساخته شده. و در این جاده البته ما می‌بینیم که مردم ما هم آهسته آهسته به همین زینه گذشته ایستادند و زمانی میشد که اکنون از هر یک متخصص دانستن کسب خود را، سطح معلومات ناکی او را میبینند، طلب میکنند و آن وقت جمعیت پرک از علم که شد، آن وقت همه چیز آسان میشود، زندگی خوبتر میشود و احساسات های منفی که هستند از بین میروند. و ما میبینیم که البته وقتی که انسان توانست زندگی خود را که ساخت، زندگی نزدیکان خود را که ساخت، آن وقت جمعیت خود را فکر میکنند. اون وقت البته این تفکر و فکر و اندیشه یا که سطح دیگری انکشاف جمعیت است که انسان اون وقت وطن خود را فکر میکنند، جمعیت خود را فکر میکنند و از آن که باز قوی‌تر، زورتر شد طبیعت را فکر میکنند. اون وقت اکن عمومی جهانی میشه تفکر. و در زینه البته هفتم این معنویات است که معنی زندگی است، در مناسبت در فهمشات یا تاریخ علم و تاریخ انسان و پیوست آن با آینده که البته تا این زینه رسیدن ما میبینیم که مردم ما میتوانستند. البته بزرگی تیپ در آن است که تیپ به همه ساحه سر و کار دارد. اگر یک موسیقی
در زینه صنعت باشد یا که مثلا مسئله های اقتصادی در زینه مثلا آن باشد که تامینات اقتصادیات یادمان باشد. تیپ در همه ساحه، هم در زینه طلبات ها هست، هم در زینه صنعت هست، هم در علم هست، هم در اجتماعیات هست، هم در طبیعت هست و هم در معنویات هست. چون که بیماری ها هم بیماری های تنی میشن، بیماری های احساسی میشن، بیماری های عقلی میشن، بیماری های اجتماعی میشن، بیماری های طبیعی میشن و بیماری های روحی معنوی میشن. و تصور کنید که ما اکنون برای اون که معرفت طبی ما و شما بلند شود و آن رو در یک سطح بیاریم، مردم رو فهمونیم که در این مورد فکر کنن، در برابر اون که بینید اقتصادیات خوب است، صنعت و فراوت نقص است، پیشروی ها در ساحه علم است، وظیفه های گوناگون در جمعیت هستند، مناسبت خوب در طبیعت و معنویات بلند. اینجا باز با ما و شما البته لازم میباید که برای اون که ما از این کار و زندگی خود حلاوت بریم، از این مثلا چیزهایی که به دست داشتیم آنها رو توانیم یک کیفیت یا حضور جان خود کنیم، اون وقت سلامتی لازم است. برای همین برای که سلامتی رو ما نگه داریم باید درباره سلامتی فکر کرد. وقتی که شما فکر کردید دویم یک فکری عجیبه که همین کاری من میکنم و سلامتی من ضرر میرسوند یا که اونان دیگران فکر میکنن آیا ما همین کار کنم مبلغ را زیاد میکند یا نه، پول را زیاد میکند یا نه، یا که هستن آدمانی که میگن همین کار کنم با مردم و با خلق من فایده هست یا نه. یعنی که همین سوال که پیدا کی شد، البته شما بدانید که وقتی شما همین سوال میتید که همین کار سبب مثلا خوب شدن سلامتی من میشه، آن وقت این الفبای معرفتی طبی را شما سر کردید. بدانید که بسیار وقت متاسفانه چنین میشد که آدمان مسئله های اقتصادی و مسئله های دیگری سمت های گوناگون زندگی را میبینن و سلامتی خود را قربان میکنن و باز مجبور میشن که مدت طولانی آن را برقرار سازند و نمیشد که پیش آن را فکر کنند. یا که ما میبینیم در جمعیت که کسانی هستند که میخواهند دسترخوان خوب داشته باشند، شرایط خوب داشته باشند، وقتی که آن را به دست میارند ولی آن نرخش نهایت برای آنها گران میافتد، سلامتی خود را قریب که از دست میتیند و از آن ناز و نعمتی که به دست میارند از آن استفاده بردن نمیتوانند. البته ما چند نقطه های معرفت سلامتی را به نظر میگیریم. یکم گفتیم که باید شما درباره سلامتی فکر کنید و از آن جمله گویید که همین کاری که من میکنم به سلامتی من چی خیلی تاثیر داشته باشه. اینو که ما الف با گفتیم، پس شما میتونید آهسته آهسته فکر کنید که سرچشمه یعنی همین دانش طبی در کی است. البته سرچشمه دانش طبی در کسی هست که در ساحه طب متخصص است، طب شناس است. اصلا دکتران هستند طب شناسان. من اکنون تصور کنید که همین طب شناس در همه ساحه طب میداند که چیکار میکنند، کدام زینه به توبت میکند، کدام ساحه های گوناگونی آن هستند که استفاده میبرند، در امریکا چه گپ هست، در روسیه چیکار میکنند، در استرالیا کدام نمود توبت است. وقتی که شما با آنها رابطه کردید، برای همین ببینید وزارت تندرستی ما طب عائلوی رو پیشنهاد کرد که برای هر یک آدم یک ادوکت دکتری رو گذاشته است، یک مصلحتچی دکتری رو گذاشته است که در همه کار به تو مصلحت میتید و کجایی که با کسی مراجعت نکنی همراه تو هست و تو رو هم محافظت میکند از طبی مثلا غیر قانونی یا غیر انسانی یا که نادرست و هم از طبی که شاید آن طب به تو در آن حالت لازم نباشد محافظت میکند و مصلحت میکند و میفهمد اون من یک ادوکت طبی است. بسیار نقص گذاشته شده است و متاسفانه حالا همه این استفاده بردن نتونسته ایستادن و آینده اگر این درست شود آدمان شهروندان ما میتوانند که هر کجایی که روند پیش کدام دکتری روند دکتری طب عائلوی آنها میداند و درباره شما اطلاعات میتید و توبت شما را آسان میکند. یعنی شما دویم کار این سرچشمه اطلاعات طبی است که شما با دکتران و کسانی که باور میکنید دکتری عائله شما هست عموما مصلحتچی خوب است به آن رفت آمد میکنید و آن شما را از بسیار حالتهای گوناگونی که ناگوار در مورد سلامتی شدنش ممکن است محافظت میکنند.
و چیز سومی که شما باید بدانید این آن است که شما باید دویم در نیم سال یک مرتبه یا که در یک فصل یک مرتبه سلامتی خود را سنجید. یک بار رفته بینید که در وجود شما در کدام حالت قرار دارد. پیشرفت طبی اروپا غرب در همین است که طب پروفیلاکتیکی نهایت ترقی کرده است و آنها بیماری را در زینه اول می‌یابند و آن را با آسانی تبابت می‌کنند. وقتی بیماری نهایت ریشه دوان و در وجود نهاد شما جا کرد، آن وقت البته قیم میشد، ولی در این حالت هم شما ناامید نشوید. بدانید که در این حالت هم دکتری میتواند خیلی حالت شما را بهتر کند و متاسفانه اندک وقتی دور و درازتر در این وقت لازم میشد. و این سه چیزی بود که شما آنها رو برای که تفکری الفبای تفکری طبی خود را بلند بردارید، شما باید همین سه کار رو اجرا کنید. یعنی با خلاصه اومدیم که شما فکر کنید که همین کار شما میکنید بیخوابی هست، خوراک هست، غذا هست، رابطه هست، یکون کار هست، یکون چی به سلامتی شما چه تاثیر میرساند. دوم البته با سرچشمه اطلاعاتی طبی، کسانی که درباره طب متخصصن رابطه داشته باشید و سوم البته خودتون از تشخیص دهید گذرانید. و در این حالت، در سه حالت آهسته آهسته شما رو وقتی که رفتار شما رو میبینن، فرزندان شما، نزدیکان شما چنین میکنن و این سبب بیان میشود که البته سلامتی ملت خوب میشه. ما میدونیم که حتی که سخنی پرزیدنتی کشور ما نهایت انیموده است که میگه سلامتی ملت بایگری دولت است. تصور کنید اینقدر مبلغ صرف میشود در تعاقبات مردم. اگر این صرف میشد مثلا در ساختمان دیگر چیزهایی که از آن جمله بیمارخانه ها، جاهای تشخیص، جاهای معیشتی، جاهایی که مثلا معرفتی طبی مردم بلند میبرداشتن یا که در آنجاها طبابت میکردن یا که بیماری های خود را پیشگیری میکردن. این بسیار موضوع نهایت مهم است و فکر میکنم که از این روز شما در خانه ها وقتی که میشینید البته درباره سلامتی گپ زنید و بسیار عین مدام میشد که ما احترامانه خواهش میکردیم از وزارت تندرستی و وزارت معارف که سلامتی رو همچون یک فن جداگانه در مکتب‌های میانه حتی درس دهند، یک سلامت شناسی گویند یا سالمی گویند یا که من یک فنی را تشکیل کنند که این سببی بهبود شدن یا که پیشگیری یا که تفکری سالمی را در کودکان، در طلبگان، در دانشجویان پیدا کنندن میشد و این البته در آینده وقتی که انسان فکرش سالم است، وقتی بدنش بیدار، وقتی که وقتش خوش است، وقتی که در جمعیت یک جای و مقام خود رفته است، اون وقت میتواند البته چیزهای دیگر ایجاد کند، چیزهای دیگری که مردم ما در زینه معنویات است و نه تنها این نیاز مردم ما دارند بلکه جهانیان هم از اگریگری تفکر ملی ما و شما چیزهایی را انتظارند که معنویات جهانیان را پر کنند. سلامت باشید.